امروز قراره درباره یه آدم خاص حرف بزنیم. کسی که با استعداد و موفقیتش دل خیلیا رو برد. اما خودش میگه من حتی نتونستم خاطره برای بچه‌هام بسازم. آره، شهاب حسینی. این ویدیو فقط درباره یه جدایی نیست. درباره قیمت سنگینی که بعضیا برای رویاهاشون میدن. پس تا آخر ویدیو با من بمون، چون مطمئنم این داستان حسابی فکرتو درگیر میکنه. من شقایقم، خوش اومدید به کانال خودتون. شهاب حسینی 14 بهمن 1352 تو تهران به دنیا اومد. خانواده‌اش اصالتا اهل تنکابن مازندران بودن. پدرش آقای میرفخرالدین حسینی از معلمای قدیمی آموزش پرورش بود. یه مرد آروم، با وقار و جدی. کسی که خیلی رو تربیت بچه‌هاش تاکید داشت. شهاب از بچگی یه روحیه خاصی داشت. درونگرا، ساکت، ولی با یه ذهن شلوغ و پر از رویا. به گفته یکی از نزدیکانش، اون از همون نوجوانی فرق داشت. همیشه یه گوشه می‌نشست و تو فکر بود. هیچ کس اون موقع فکرشو نمی‌کرد که همین پسر رویا پرداز یه روز بشه یکی از چهره‌های جهانی سینمای ایران. اما بریم سراغ بخش احساسی و شاید دردناک این قصه. سال 1374 بود. شهاب 22 سال داشت و تصمیم گرفته بود برای ادامه تحصیل بره کانادا. همه چیز آماده بود. حتی از دانشگاه انصراف داده بود. ولی سرنوشت یه برنامه دیگه براش رقم زد. یه روز رفت دانشگاه تا با دوستاش خداحافظی کنه. همونجا وسط اون شلوغی یه دختر با چادر مشکی رو دید که آروم یه گوشه نشسته بود و کتاب میخوند. میگه همونجا دلم لرزید. اون دختر پریچهره قنبری بود و از همون لحظه مسیر زندگی شهاب عوض شد. شهاب رفت جلو، سعی کرد باهاش آشنا بشه. اما پریچهر خیلی محترمانه گفت من اهل دوستی نیستم. اگه قصد جدیه باید از مسیر خانواده جلو بریم. و همین صداقت باعث شد شهاب تصمیمش رو عوض کنه. مهاجرت و بیخیال شد و برگشت و گفت نه این عشقه، این همون گم شده منه. چند ماه بعد با هم عقد کردن. پریچهر اون موقع خیلی جوون بود. متولد دی 1359. ولی با اون سن کم رفتارش پخته و آروم بود. شهاب بعدها گفت احساس نمی‌کردم با یه دختر کم تجربه ازدواج کردم. پریچهر یه زن بالغ با قلبی بزرگ بود. سالها گذشت. زندگی شهاب و پریچهر با عشق و آرامش پیش میرفت. اونا صاحب 2 پسر شدن. محمد امین که دقیقاً تو روز تولد شهاب به دنیا اومد، یعنی 14 بهمن، و امیرعلی. یه خانواده آروم، عاشق و صمیمی. پریچهر همیشه پشتیبان شوهرش بود. توی سختی‌ها بی صدا ولی محکم کنار شهاب ایستاده بود. یه بار تو برنامه زنده 7 وقتی شهاب داشت مصاحبه میکرد، پریچهر زنگ زد روی خط. با صدای پر از بغض گفت من واقعا به شهاب افتخار میکنم. با وجود همه سختی‌ها همیشه کنار ما بوده. اون تماس اشک رو تو چشم خیلی آورد. اما هیچ کس نمیدونست پشت اون جمله ها چقدر خستگی پنهونه. چند سال بعد نشونه‌های تغییر کم کم دیده شد. پست‌های مشترکشون کم شد، عکس‌های خانوادگی پاک شدن و شایعه جدایی مثل یه موج پخش شد. پریچهر توی یه مصاحبه گفت شهاب بهترین پدر دنیاست، اما احساس میکنم عشقش به بچه‌ها بیشتر از منه. گاهی احساس میکنم فقط اسممون کنار همه، ولی از هم دور شدیم. و بعد از مدت کوتاهی خبر جداییشون رسمی شد. کمی بعد از جدایی شهاب توی یه مصاحبه حرفی زد که خیلی رو شوکه کرد. گفت من هیچ خاطری با بچه‌هام ندارم. همیشه درگیر کار بودم. همسرم از زندگی با من راضی نبود. پدرم مریض بود، کنارش نبودم. خواهرم مریض بود، وقت نداشتم. من فقط فیلم ساختم، اما چی به دست آوردم؟ یه جمله سنگین که از یه دل خسته بیرون اومده بود. خیلیا گفتن شهاب با این ازدواج دنبال آرامشه. بعضیام گفتن یه اشتباه تکراریه، ولی حقیقتو فقط خودشون میدونن. بله دوستان عزیز، داستان زندگی شهاب حسینی فقط قصه یه بازیگر نیست. قصه یه مردیه که بین عشق و رویاهاش گیر کرد و شاید باخت. اون تونست به موفقیت جهانی برسه، اما بهای سنگینی داد. یه خانواده، یه عشق
و شاید یه آرامش درونی که دیگه برنگشت. شاید هنوزم وقتی تنها میشینه به اون روز دانشگاه فکر میکنه، به دختری با چادر مشکی که یه لبخند آروم داشت و به راهی که از همونجا شروع شد. ممنون که تا اینجای ویدیو با من بودین. به نظر شما اگه شهاب حسینی برمیگشت به گذشته همین مسیر رو انتخاب میکرد؟ میشد هم یه بازیگر جهانی بود، هم یه پدر و همسر کامل؟ نظرتون رو حتما تو کامنت ها بنویسین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنونم که تا آخر ویدیو با من بودین.